سوال میکنیم از آمریکا چرا در مقابل جنایت‌هایی که سربازان آمریکا در عراق انجام دادند و بیش از 800,000 عراقی رو کشتند و زخمی کردند اقدامی نکردند؟ نسأل لماذا لم يحاكم أولئك الذين قتلوا أبناء العراق وقتلوا أكثر من 800,000 عراقي برشاشاتهم وبأسلحتهم؟ لماذا لم يمثلوا أمام المحاكم؟ از سوال میکنیم از آمریکایی‌ها چرا در مقابل جنایت‌هایی که سربازان اونها در افغانستان انجام میدن قدمی بر نمی‌دارن؟ ونسأل الأمريكيين لماذا لم يخطوا أي خطوة ولم يعملوا شيئا أمام الممارسات التي يقوم بها جنودهم في أفغانستان؟ پس مردم شریف سودان بدانید که این اقدام آمریکایی‌ها در پرونده سازی بر علیه دولت سودان یک اقدام سیاسی است تا شما راهتون رو عوض کنید، ولی ما می‌دانیم شما استقامت می‌کنید و مقاومت می‌کنید در مقابل آمریکا. واعلموا أيها البواسل يا أبناء السودان إن هذه القصة وإن هذا العمل هو إن دل على شيء فإنه يدل على حركة سياسية تريد من خلالها أن يحيدوكم عن طريقكم وعن صمودكم، ولكننا على ثقة بأنكم ستواصلون المد الثوري والمواقف الصلبة، وأنكم ستكونوا